کشتی که پشت من میبینید برای یک هفته آینده خونه ما خواهد بود. کشتی Wonder of the Seas یا شگفتی دریاها در حال حاضر دومین بزرگترین کشتی تفریحی جهان است. این کشتی متعلق به شرکت رویال کریبین هست و ظرفیت حدود 10,000 نفر رو داره. این کشتی 18 طبقه داره با 24 آسانسور و 22 تا رستوران و امکانات ویژه‌ای مثل پارک مرکزی، مرکز خرید، زیپلاین، موج سواری، زمین پاتیناژ، کازینو، گالری نقاشی، سالن‌های اجرای موسیقی و اجرای نمایش، زمین بسکتبال، دیوار سنگ‌نوردی و زمین مینی گلف. خدمات این کشتی مجلل از یک هتل 5 ستاره هم حتی بهتر بود و این احساس رو به ما میداد که ما روی جزیره متحرک با بهترین امکانات قرار گرفتیم و در حال ماجراجویی تو دریای کارائیب هستیم و خاطرات به یاد موندنی رو تو ذهن ما ثبت کردیم.